پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. چو بینی یتیمی سرافکنده پیش، منه بوسه بر روی فرزند خویش. یتیم ار بگرید کی نازش خورد، وگر خشم گیرد کی بارش برد. الا تا نگرید که عرشی عظیم، بلرزد همی گر بگرید یتیم. برحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خویشتن پرورش. غمخواری در حق یتیمان و بیپرستاران و کودکان معیوب عملی جوانمردانه بوده، خداوند انسان‌های شریفی را که به سوی این طایفه دست رحم و شفقت دراز می‌کنند دوست می‌دارد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است: کسی که یتیمی را به کفالت می‌گیرد، فردای قیامت همراه من به یک جای میباشد. نیکی کردن به معیوبان، یتیمان، پیران برجا مانده و آدمان بی کس و کوی، مخصوصا در ماه شریف رمضان، خیر و ثواب بی اندازه دارد. صاحبکار خیرخواه تاجیک حاجی محمود جان مرادف در این ماه مبارک عملهای خیرخواهانه زیادی را انجام داده از حال طفلکان معیوب، یتیمان، مریضان، درماندگان و دیگر طبقه های نیازمند اهالی خبر گرفت. نوبهار گلفشان و دلخوشایم مادرم، قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم. موج میهای سفیدت از سفیدی دل است، اول و انجام من صبح صفایم مادرم. از بدخشانم هوای برف بارانم بزد، رودی پنجور چشمه‌های آبشارانم بزد. قله‌های پاندی من شهره داشتن عالم است، دختران گلرخی شغلان و روشانم بزد. رحمت کلامی مرا در اینترنت خود قبول کردن. من از همه شما خرسندم. من شما را خیلی دوست می‌دارم. این نوارها از مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ ناحیه ورزا برداشته شدند. صاحبکار خیرخواه برای طفلکان معیوبی که در این درگاه و طبابت فرا گرفته شدند، دسترخوان پرناز و نعمتی عیدانه آراسته، همزمان به زیاده از 300 نفر کارمندان مؤسسه که به پرستاری کودکان امکانیت‌هایشان محدود مشغولند، آرد، روغن، برنج، مکران، شکر و دیگر انواع مواد غذایی را تقسیم کرد. السلام علیکم. مادران در نوبت اول، اپا خواران، اکا و دادران، پدر، 3 سال پدر دارم برای ما. اجازت فرمایید از نام محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امالی شما را با این ماه مبارکی رمضان آمد، شما را همتون را با این روز پرفیض و پربرکت تبریک نمودم. با شما با کاری بس و خیر که شما کرده شدین، از این هم زیادتر باری ها با موفقیت های کلان آرزو مندم.
بر شخصی که ما معیوبان رو دستگیری میکنند و در برابر شخص سالم ما رو نگهبانی میکنند. من نداری میکنم از نام تمام معیوبان جمهوری تاجیکستان، از نام محترم رئیس کارخانه ما، از نام تمام کارمندانی که امروز ما را این شخص بزرگ دستگیری میکنند، من نداریم رو بیان میکنم. شما چی پرابلم داره؟ من خواهش کردم از همین محترم رئیس که من شخصی معیوب گروه 2 هستم از نویه ورزاب. پدرم رشتگی، مادرم نفقه‌خو، فرزندای پدرم همشون اینوالید هستند. برای همین من از همین شخص خواهش دارم در پیش همه شما کارمندان عزیز که همین شخص سخاوتمند برای من یک خانه تبریک میکنم. شما شنیدین؟ همه کسا روزه هستین؟ از نام جناب عالی این خواهر مهربان با یک تا خانه ما با تمام شرایط تعمیر و تجهیزاتش کردی ما میسپریم. سلامت باشین. بگویم از خانه اسقامت نو در کوچه عینی در پیش بیمارستان اسکوری مکتب است، کودکستان است. یک خواهش دارم این کارا باید نپرتویم. بعد میتید من بعدا میتیم. من بهترین کارمند همشان من حرمت میکنم. من نمیخوام که از اینا جدا شدم. این مرد خیرخواه در برابر طفلکان معیوب و پیران تنها همچنین به دیگر طبقه های کم بضاعت اهالی دستی خیر و سخاوت دراز نموده در 6 اینترنت و چندین خوابگاه و مکتب ها آش داد. برای باشندگانشان دسترخوان پرناز و نعمتی ادانه آراسته به آدمان نیازمند مواد غذایی تقسیم کرد. زنده جاوید ما هر کی نکنام زیست و از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام داد. ما همان مردی بزرگ است که نسبت مردی بیچاره بنا همکاری میکنه و این دعوتتون از این زیاده شد. همه وقت سربلند باشید، سلامت باشید، در پناه خداوند باشید و سرپرست مردی عادی باشید. پس از دیداربینی با طفلکان معیوب، محمود جان مرادов به عیادت مریضان مرکزی طبی همشیره‌های پرستار رفته از حال پیرانسالان، آدمان بیکس و کوی و معیوبانی که در این درگاه پرستاری میشوند خبر گرفت. این صاحبکار خیرخواه چند سال این جانب سرپرستی این درگاه را بر دوش خود گرفته تمام شرایط‌های لازمه را برای باشندگانش فراهم می‌آورد. از همین خاطر شادی ایشان از دیدن حاجی محمود جان مرادов انتها نداشت. Что вы для нас сделали. Никто так никогда не делал, как вы. Спасибо, материнское большое спасибо. Бисмиллахи рахмани рахим. Алохи микробон. Тарадуна бадарбукаш. Табулкунат, иншаллах. Храни вас Бог за ваше доброе сердце. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бисмиллахи рахмани рахим. Мухаммад расулуллах. Якун турастуни бархади. Руна кунахти. Эхада парвардигор. Корт бародар баракай сатолат кнахад. صاحبکار خیراندیش با شرایط کنونی زیست و زندگی معیوبان و پیرانسالان آشنا گشته به آنها 6 تلویزر، روبچه معیوبی، تلفن‌های موبیلی هدیه کرد و به عیادت مریضانی رفت که چند سال باز در بستری بیماری میخوابند. شما شناختم برای که در 2005 سال بود مکتب اینترنتی نوبینا و دوای کرده بودیم. شما هر مسئول کرده بودیم بچه ها را. من در اونجا بودم شما وای کرده بودیم. شما گمش اونجا من سرود خوانده بودم به موسیقی. اونجا گل داده بودیم مادر. من شما را شناختم آوازم. بیا دست من که نبایی شد اما آوازم هم آوازه هم آوازی اخریب شما دایم کنن او مکتب اینترنتی بچه بندم چیل مونده بوده رفته بودیم برده بودیم ما خداوندا مکن خارم که با درد گرفتارم خداوندا مکن خارم که با درد گرفتارم
کسی جز ما در این رنجورم امروز نمی آید به دیدارم کسی جز ما در این رنجورم امروز نمی آید به دیدارم تو را یک عمر ما در رنج دادم ببخشا این خطایم را ببخشا تو را یک عمر ما در رنج دادم ببخشا این خطایم را ببخشا زبان تخلون رحمه چی کار نگاه کامزن که چی میخوزه؟ یک روز شما در یک نفر گفت که خورجی را میدونم در جای بود راستی گفت کمتر شرایطمون که بیزه بود خونمون چپشت سر گرمون مکتوب کردم که حاجی را برسونیم دیگر نمیدونم دیگر او آدم من تلفنم که کاراتینسکی داد بعد رمضان میریم بعد رمضان زده خوب کمتر هوا بوده و شود من خودم میرم تماشا بگیم چی گپای خوب یادش که همون یک نیم شب درامتی بوبومو دا دودا بود همون نیمه که چه شدگی بود چی میگنش نیمه که فرسوده شده 50-60 سال چون زندگی میکردن باز کی اونجا اونجا در اولچم باز در همون خونه بود اویلم دخترچم بود او را ما میکشم یک آنجا موقتا ریمون میکنیم اسپر میشه؟ دست آمد انشاءالله. Большое спасибо нашему президенту Рахмону за то, что мы живем в тепле, в уюте, сытые, чистые, ухоженные. И лечение получаем в этом госпитале, за то, что он этот хоспис создал. Огромное спасибо. Также спасибо мэру города. Как город видишь, какая красота, новостройки. Прекрасно все. Особенное спасибо хочу выразить нашему Махмуду, который вот нам столько добра сделал. Вот представляете, он нам паласы купил новые, ковры, телевизоры, освещение. И много-много-много чего добра сделал. Большое спасибо нашему спонсору. امیدواریم که دیگر صاحبکاران تاجیک نیز از این مردی حاتم نژاد عبرت گرفته در ماه مبارک رمضان به یتیمان، به پرستاران، بیماران، پیران برجا مانده، مادران تنها، عائله‌های سرفرزند و دیگر نیازمندان دستی خیر و سخاوت دراز می‌کنند. طوری که خود محمود جان مرادوف میگوید در هر یک سامانه‌ای که صاحبکاران و تاجران به دست می‌آورند حصه یتیمان و بیچارگان نیز هست و آن را به صاحبانش داده شخص خیرخواه دروازه‌های فیض و برکت را بر روی خود باز می‌کند. خداوند مهربان در کتاب مقدس قرآن در سوره انعام می‌فرماید هر کی نیکی آورد او را 10 چند پاداش است. پس تا می‌توانید نیکی کنید، زیرا پشیمان نگردد کس از کار نیک، نکوتر ز نیکی چه چیز است نیک. هر کی خنداند یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را.